اصلا نمیدونم این فیلم رو دارم ضبط میکنم میذارم نمیذارم، ولی خب الان رفتم اینا رو خریدم از دانتان اینجا، یعنی مرکز شهر لس آنجلس. این همین چسب پارچه است. انقدر خسته از قیافم چون از صبح دنبال کارهای همه مسافرتم، کاری نکردم. یه روزی داره اونجا یه تمی داره که تمش توتو باید بپوشی، بعد من اینو اوردر دادم، توتو رو اومد، بعد احساس کردم که چون تم آلیس در سرزمین عجایبو داره، فکر کردیم که این بهش میاد اگه اینجوری بشه. حالا دوتا هم الان برش میزنم به چسبه. قبل رفتن لباسا رو استایل کردم که اونجا گیج نشم چی میخوام بپوشم. بعد هر کدومو گذاشتم توی زیپلاک، روزشم نوشتم روش که راحت همون روز خودش بپوشم. تو سرزمین عجایب که داریم میریم دوستان گفتن یه آینه هم احتیاج داریم که ببینیم چقدر کوتاه بلند میشیم. این از تارگت خریدم $5. $5 واقعا خوبه به نظرم، خیلی خوبه. $5 خرید $5 خوبیه ها. خب چون هوا سرد میشه تو صحرا پالتوپوست احتیاج داشتیم، توی مغازهای دست دومی دنبال پالتوپوست بودم. خاک صحرای بلک راک سیتی از نوع آلکالای، یعنی پهاشش از پهاش خاکای دیگه بیشتره. وقتی هم اونجا طوفان شنوماسه میشه خیلی موها در امان نیست، ممکنه گره بخوره، به اضافه این که خب حمام کردن هم اونجا یه ذره سخته. یکی از بهترین راهاش اینه که موها رو ببافین که گره نخوره. البته من بعدش گره خورد، حالا داستانشو تعریف میکنم آخر ویدیو. ولی خب این بافت مو زیبا بود ولی خیلی درد داشت، یعنی من 4 شب فقط قرص میخوردم که بتونم از درد بخوابم. شما تا حالا این قسمت زندگی من ندیدین، اینجا ورهاسمونه، حالا در موردش صحبت میکنم. رفتیم یه سری وسیله‌های مورد نیاز رو ازش برداریم. این ماشین رو گرفتیم. حالا بهتون میگم چی شد که اصلا اینو گرفتیم. انقدر بهم خوش گذشت تو این ماشین، یعنی واقعا تو طول سفر اصلا اذیت نشدم، خیلی هم حال کردم. فکر کنم یه دونه از این ماشینا لازم دارم برای ادامه زندگی. خسته شدیم توی بشینیم. میمون بشم برم این بالا. خیلی خوشحالم، خیلی اکسایتدم. نمیدونم که قراره چی بشه، ولی میدونم که خیلی قراره خوش بگذره و اینکه فردا شب قراره این رو بخوابم. ببینیم چی میشه دیگه. نه بریم بیرم میکنیم. خب کاری که میکنیم اینه که لباسا رو همه رو تو پک میذاریم. حالا اینجا خیلی همه چی ریخت و پاشه. میگیم یعنی مشخص کردم که هر کدوم برای چه روزیه. قبلش هم اینطوری عکس و فیلم میگیرم که اون هم موقع میخوام آماده شم، چون اونجا خیلی خاکه و این چیزا دیگه راحت بشم، بدونم که خب مثلا این ست اون مثلا روز 3 شنبه است 4 شنبه است. نمی‌کنم که خیلی من خودم دیزاینش کردم، فکر کنم که باحال شد. مثلا همه رو پک کردم، لباسای ورزش و یوگا و که اونجا خیلی برنامه داریم. وسیله‌های آخر رو بخریم از هوم دیپو، اصلا یعنی تمومی نداره. هوم دیپو چه خبره؟ برای اینکه چیزا اونجا تو اون جعبه ها همه چی راحت پیدا شه، سعی میکنم که همه چی که بسته بندی میکنم، مثلا این حوله است اینجا الان روش لیبل بذارم، چون ممکنه اونجا تاریک باشه راحت پیدا نشه چیزایی که میخوایم. پرینت کنه برامون. اینو میزنم رو این قشنگ بدونم چی به چیه. بالایی که داریم میبریم خیلی آب نارگیل گرفتم که اونجا برای اینکه بدن خیلی ممکنه باشه کم آبی نشه، برای دیهایدریشن خوبه، دیهایدریتد نشه بدن. از این غذاها گرفتم، اینا معمولا غذای بچه است، خیلی خوب پوره میوه است، مدل سالمشه، انتخاب سالمیه، 35 تا کالری داره، ویتامیناش هم ایناست، شوگر
عدد شوگر نداره، شکر اضافه نداره. اینجا ویتامینا رو که گذاشتم، ویتامین C، زینک، سری ویتامین پروبیوتیکای خودم که میخورم، چایی، دوباره یه سری گرینزار با کراتین. این آلمند باترها خیلی خوبه، اینا همیشه من میگیرم برای سفر، با یه سری بادوم و پسته و من خیلی مقدار بالاتر پروتئین پاودرم هم هست. اینا رو که مدل سینگلشه، پکیشو میگیرم. مسافرایی که تو راه میبینی تو چقدر خوشگله. بذار برامون مالشو ببریم. چه خوشگله. قسمت قشنگ جاده به من رسید. این به خاطر بازی درخشان است. مرسی. آفرین. برا یه شهری به اسم رینو وایسادیم. 2 ساعتی بلک راک سیتیه. تصمیم گرفتیم یه ذره استراحت کنیم، یه چیزی بخوریم این نهاد، بعدم حرکت کنیم به دنیای زیبا. الان هوا سرد شده، ذره سوز میاد. این جاکت رو پوشیدم. من ذهنم خیلی داستان میسازه. الان برای خودم بدونی چطوریه، احساس میکنم داره در مثلا یه گیتی باز میشه. واقعا همینه، خب گیت برای این شهر و ردشی، ولی مثلا برام چجوری تو ذهنم احساس میکنم دارم میرم توی کره دیگه، یه چند روز قراره تو اون کره، تو اون دنیا، تو اون کهکشان زندگی کنم و درگیرم. نمیدونم، برای خودم یه همچین حالتی داره تو ذهنم، مثلا انگار دارم میرم توی بهشت برگردم. حالا ببینم آخر داستان چطوریه. همین ایده‌ای که تو ذهنم بوده همینجوری بوده برام دیگه. همین خواستم اینا رو دارم ضبط میکنم که ببینم وقتی ادیت میکنم چجوری عذاب در میاد. اومدیم وسط راه، این الان غذا خوردیم، حالا یه پارکینگ پیدا کردیم یه ساعتی بخوابیم، چون درا رو ساعت 12 شب باز میکنن که من قرار برم توی شهر دیگه. و اینکه الان من اینجا جالبه، حالا قراره من 8 شب اینجا بخوابم، ببینیم چی میشه. توی وسیله ها این سنسکرین ضد آفتاب اسپریه برای تو کیفم میذارم کوچیک. حالا اینو لینکشو براتون میذارم. برای تابستون خیلی خوبه، چون هی بعد ضد آفتاب هر چند ساعت یه بار بزنید دیگه، ترمیمش کنید. حالا الان من دسترسی نداشتم اینو زدم. الان یه ذره من باید همیشه تمیز و قشنگ و اینطوری باشه، صورتم رو باید توی نه بهش برسم. مثلا همین الان یه ذره گلی کنم لپامو. اینم خیلی چیز خوبیه، فکر کنم اینا خیلی باش آشنا. اینم جزو چیزایی که 8 ساله با من تو کیفمه. تو خونه خالی باحال بود. آره اینجا بازار لباسایی که برای برنینگ منو میفروشن. مثلا اومدیم یه استاپ کنیم یه نگاهی بدیم. Sparks, see the sparks? Yeah. And then you let it go because it has to kind of go through the charcoal so it doesn't turn off. Yeah, so you can like, as if you're like bathing yourself in that.
things. I didn't know anything about this, so I'm keeping touch and رفتیم از باکس آفیس اینجا گرفتیم. اینا هم که دوستای عزیزن که کمک میکنن اینجا همه سروایو کنن. دستشویات تازه داریم وارد گیت میشیم. تیکتش هم آخه قشنگه. من این تیکت رو چیکار کنم؟ یعنی انقدر خاص، انقدر فکر شده، انقدر زیبا. So beautiful. انقدر همه اینجا مهربونن. وقتی تیکت میگرفتیم به مرداد گفتش که برو خودتو پیدا کن، نقطت اون پوینتتو پیدا کن. خیلی قشنگ بود. من الان مرداد بهم گفت برام قشنگ بود و اینکه انقدر آدم ها اینجا خوشروان، انقدر همشون تا میرسیم همشون میگن ویلکام هوم. همش برام معنی داره دیگه، همش برام قشنگه. برم که الان میخوان ماشین رو بگردن. حالا پس برمیگردم. وای میستیم تیکت ها رو چک میکنم. یه رسیدیم گیت آخر. خیلی جالبه، یعنی تابلوهایی که دارن انقدر نوشته های قشنگ و زیبا نوشتن. این خانم هم در خودشون الان سلبریت میکنن، رقصشون رو میکنن. چقدر اینا همه وایبن. خیلی خوبه که خودشون On the other side. Yeah. اینقدر قشنگ بودن، یعنی واقعا الان احساساتی شد. اصلا دوست دارم اینقدر گریه کنم. آدمای سنای بالا پیاده میشیم، میپرسن ازت که اولین بارته یا نه. گفتیم اولین بارمونه. اومدیم پایین بغلمون کردن. بعد آرزو گفت باید بکنی اون رینگ و اون زنگو به صدا در بیاری و بعدش گفت باید بخوابی، خاک پلایا رو بگیری. خاکی شدیم دیگه. همین گفت حالت خوب باشه، اگرم حالت خوب نبود داد بزن. گفتم چشم. خیلی خوبن، خیلی مثلا انقدر عشق میدن که چیزی به غیر از عشق نمیتونی بهشون بدی. بعد بهم گفتش که به آب یادت نره زیاد بخورین. چی گفتی که شبا نور رو رعایت کنین. شونم داره ورزش میکنه، فکرم کاردیو صبحشو داره میزنه. آفرین تو این گرما. خیابونا ای خدا. کنم این ربات شب میاد بیرون. وارد شهری آرت کارای خیلی جالب دیدیم. دوچرخه بخوام بگم دوچرخه رنت میدن. من دوست دارم اینا تو شب فیلم بگیرم اگر شد، چون که فکر می‌کنم وقتی نور باشه قشنگ‌تر. دارن همه آرت کاراشون اینجا رو هم میذارن، استعمال میکنن که آماده. این باره، اوه باره. تمپل داریم ستاپ میکنیم. کولر گرفتیم. حالا این نام چیدیم اینجا. دو چرخه ها بیرون. که گرما خیلی زیاده از این ایزولیشن ها گرفتیم اینا که نور رو برگردونه. بعد میبینی همه ماشین هم زدن پنجره هاشون. ما مالایی بریم میزنیم بالا. کمپ ها اینجا. این تنت کمپ ما از چی بغلمونه. اینجا هم دارن ستاپ میکنن. در سقیلا رو آوردن.
They have to run down. اینجا رو به یاد بچه هایی که تو اسرائیل توی موزیک فستیوال بودن پارسال و ترور شدن درست کرده بودن، اسم هر کدومشون رو گذاشته بودن. خیلی حالت ناراحت کننده داشت و اون خانم گفتش که ساعت 8:26 صبح، درست زمانی که بهشون حمله شده، قراره که اونجا پارتی کنن. چه قراره شام امشب داشته باشیم؟ غذاخونه بوده. خوشگله. Buongiorno. بفرمایید. واو. این دوتا آشپزخونه هست. اینجا یخچال. اینجا ناتساب من برای اینکه دیهایدریتد نشیم. آلکالاینا، کافی، چای. اسمتی یه چیزی که دوست دارم، هم پروتئین داریم، ارگانیک پروتئین، فیاسید، سنسید، خورما و میوه اینا هست. انقدر بچه ها همه چی بردن. حالا من دارم پروتئین خودم استفاده میکنم ولی پر پروتئین پاودر، میوه، همه چی. خیلی هم اینجا ورزش میکنن، میدونن. دو نفرم زودتر رفتن، صبحم داشتم میدونن. حالا میدونین چی رو میس کردم امروز؟ امروز 2 بود. فکر کردم هر روزه، فقط 3 شنبه ولی بود. بعد به آقای گفتم که هر روزه، گفت نه. گفتم I missed it. بعد گفتش که چیزه، گفت سال دیگه. گفتم بله سال دیگه. بنی من چجوری عوضت کرد؟ چی رو تو عوض تغییر داد؟ اینجا پست آفیسشه. Oh yeah. Take an inhale on your سعی کردم تا جایی که میشه یه آیدیایی از شهر بهتون بدم، ولی بیشتر از این نمیخوام چیزی رو باهاتون شیر کنم، چون دوست ندارم که پرایوسی آدما خیلی اینجا دیده بشه و اینکه چون خیلی همه چی اینجا آزاده، احساس میکنم که بهتره تا همین حد نگه دارم. ولی امیدوارم که اون چیزی رو که میخواستم بهتون نشون بدم منتقل کرده باشم. اگر چیز بیشتری دوست دارین در موردش بدونین میتونین گوگل کنین و امیدوارم که برای خودتون اتفاق بیفته اگر اهلشین. اینم اون منیه که سوخته میشه روز آخر.
24 ساعت موزیک بود و عشق و زیبایی و هیچ تجربه زیباتر از این برام تو زندگی من. اینجا دارم میرم به سمت من. که همه ماشینا دور این سمبل زیبا جمع شدن، موزیک میذارن و منتظرن که اون مجسمه زیبای چوبی سوخته بشه. خیلی صحنه قشنگ و زیبایی بود. یه روز 8 اینجا میخوان تمپل رو بسوزونن. اومدم یه ذره دوچرخه سواری کنم تو پلایا که سیرشم ازش که نشدم، که سیر نشدم. اینم تمپله که آدما عکس عزیزایی رو که از دست دادن اینجا گذاشتن و شب قرار اینا سوخته بشه و یه جو خیلی سنگین و ناراحت کننده ای داشت و همه در سکوت بودن. وقتی تمپل رو سوزوندن من تو طوفان گیر کردم موقع برگشت توی کمپ. بعد از 3 نفر اینجا 3 فرشته کمک گرفتم که کمکم کنن برم خونه و چون با خودم وسیله هامو نبرده بودم به این صورت در اومدم. اینجا هم دیگه روز آخره، همه دارن کمک میکنن که کمپ رو جمع کنیم. طوفان شده بود، یه ذره کار کردن سخت بود. اینجا هم صحراست. رفتم تو پلایا ببینم اگر آشغالی رو به چشم میبینم جمع کنم که بتونم سهم خودم رو انجام داده باشم. طوفان انقدر شدید شده بود واقعا رانندگی کردن سخت بود. اصلا نمیشد جلوی ماشین رو دید. 4 ساعت توی ترافیک موندیم. بعدم رفتیم به سمت لیک تاهو برای دیکامپرشن. 2 روز موندیم. بعدش برگشتیم و منتظرم تا 11 ماه دیگه که برگردم خونه. اینجا هم جایی که گرفتیم موندیم. موهام هم اینجا گره خورد و خیلی با دقت باز کردم ولی بعدش افتضاح دیگه داغون شد. Show me the way in my mind, in my mind, in my mind, in my mind. Show me the way in my mind. It's taking over in my mind, in my mind, in my mind, in my mind, in my mind. Show me the way in my mind, in my mind, in my mind, in my mind, in my mind. Show me the way in my mind.
over in my mind.